این هفته همچنین در لیگ یکم فرانسه دسته پاریس سن ژرمن مقابل دسته نانت بازی کرد و طور جرانی این بازی نشان داد رقابت یک بر یک مقابل دسته 16 جدول مسابقه برای شاگردان لوئیس انریکه جمع بست شد. ببینید که حالت مربی مذکور هم در دسته پاریس سن ژرمن چندان خوب نیست. گفته می شود که نوفهمی های زیادی که در داخل دسته هست، از یک طرف ناراضگی بعضی از لیدران دسته هست فعالیت مربیگی لوئیس انریکه، از سوی دیگر منتظم جایهای دو دروازه‌بان رو عوض کردن یعنی دوناروما و سافونوف باعث بر آن شده است که نوفهمی های زیاد در داخل باشگاه پاریس سن ژرمن به وجود آید و می‌بینیم که در لیگ یکم هرچند موقع پیشرفتی نگاه داشته می‌شود، اما در لیگ چمپیون ها پاریس سن ژرمن این موسم به نهایت بد هنرنمایی دارد و حتی احتمال آن هست که در قطار همان موقع مسابقه 1/16 نهایی لیگ چمپیون ها هم قرار نمیگیرد. چرا در دوره نوبتی فعالیت خود لوئیس انریکه در چنین یک باشگاه پرقوت بازم نمیتواند کارهای نظررس به سامان رساند؟ خب تجربه ها اصلا نشان میدهند که در دسته های بزرگ وقتی اونجا ستاره بارون هست نه هر مربی طاقت میکند، نه هر مربی کاری خوب انجام داده میتواند. خب این رو ما بارها مشاهده کردیم، اون مربیانی که قدرت خیلی هم زیاد داشتند حتی نتوانستند از عهده اجرا کردن یک هدف و وظیفه های خود در یک دسته برآیند. ولی ما اگر بازی دسته پاریس سن ژرمن رو مخصوصا مقابل باواریا در بازی اخیر لیگ قهرمانان قیاس کنیم، اصلا اونجا پاریس سن ژرمن از لحاظ بازی نظر به باواریا یگان کمی نداشت. آنها حتی با شماره کم وقتی عثمان دمبله کارت سرخ گرفت میتوانستند در مقابل باواریا موفق شوند، چون که بازی بسیار خوب هم نشان دادند. اما همون حساب مینیمالی که با سود شاگردان وینسنت کمپانی بود با پایان رسید و پاریس سن ژرمن باز هم دچار باخت شد و همین ناکامی هایی که در لیگ قهرمانان هست آهسته تاثیر خود در لیگ یکم فرانسه هم رسانیده ایستاده است. ببینید در مقابل نانت شاید وابسته به همون بازی اخیر بود که لوئیس انریکه چند لیدر اساسی رو استفاده نکرد، مخصوصا عثمان دمبله که سببگاری باخت پاریس سن ژرمن هم در مقابل باواریا بود. در این بازی در قسم دوم با میدان آمد، یعنی از دقیقه اول وارد میدان نشد و این هم معنای آن را دارد که عین حال نه تنها بین بازیگران نسبت به مربی نظرهای دیگر هست و حتی خود مربی هم من فکر میکنم وابسته به جایگیرشوی بازیگران، وابسته به استفاده آنها اندک شاید شبهه ها دارد و در مورد خود دروازه‌بان ها اگر ما بازی های اخیر پاریس سن ژرمن رو ببینیم هنرنمای سافونوف از دوناروما وابسته به بازی های اخیر یگان کمی ندارد. او حتی در مقابل باواریا بارها دروازه دسته پاریس سن ژرمن از گل های مقرری امین نگاه داشت و توانست چند سیفوی اولی انجام بدهد. ولی چطوری که ما میدونیم اصلا طبیعت انسانی همین گونه است. وقتی شما در یک زینه بلندتر میایستید و یک بار مربی شما را از همون زینه پایان میکند یا مثلا کارهای دیگر انجام میدهد، این با شما و گرد و اطراف حتما تاثیر خود را میرساند و عیناً شاید در همین چیز در خود پاریس سن ژرمن انجام شده ایستاده است. مثلا وقتی که یک سال قبل فینال لیگ چمپیونان رو شوری نمیکنی، البته این تاثیرش میرسد. رنگ دوناروما بعد ناراضگی رو بیان کردن میگیرد با خود مراد دادم. ولی از جانب دیگر ببینید من در تحقیقات فکر شما سافونوف در بازی مهمترین انتخاب شد، ولی که اشتباه سافونوف باعث باخت دسته گردید. دلیل این است که اشتباه سافونوف به قید گرفته شد. بسیار عاملا این را تحلیل کردند و ببینید اگر در صورت به طور صدفایزه اقلا 0-0 انجام یافتن بازی به قول زبان انریکه در اتاق لباس‌پوشی درستر میشد. ببینید بعد آن که چنین شد نسبت او باز هم ناراضگی بیشتر میشد. دوناروما الکی صدا بلند کرده است، میگن دمبله الکی نمیتواند به سازش بیابد. اصلا اینجا فکر میکنم اداره کردن ستاره های بزرگ در ابردستا چگونه با قید کرد مشکل است، ولیکن در PSG در قیاس به همه مشکل تر است. اونجا ستارگانی به قول ایرکه را جمع کرده گند. ببینید دوناروما از برای پول شده دسته وفادار میلان را یک طرف گذاشت، تا حال هم برایش دشمنند. میلان شکرینیار با جنجال به PSG آمد. امباپه چقدر ریال را عذاب داد، میگذارم نمیگذارم، 3 سال 4 موسم سریال دوام کرد. همین خیلگر دمبله از برای ترانسفر دمبله بارسلونا تا حال هم در کریزیس است. وقت از بروسیا کوچید میلیون مبلغ را مصرف شد، ولی برای بارسلونا او یگان خدمتی نکرد. همین خیلگر بازیگرانی هستند در PSG که پول بسیار میگیرند و خدمتی نه آنقدر بسیار میکنند. برای دسته
برای هدف رسیدن به پیروزی در لیگ چمپیون‌ها و باز اونا رو اداره کردن مشکل است. لوئیس انریکه ببینید اگر که ما به ترجمه اولی این مربی نگاه کنیم، او قالیب لیگ چمپیون‌ها است. او مربی نیست که مربی قطری است. ولی اگر که به خدمت‌های این نفر رو نگاه کنیم، به جز نشاندادهای آماری در لیگ یکم، اونا در دیگر جا در هدف اساسی در لیگ قهرمانان کاری نکردند. و برای همین من فکر میکنم که برای دیل خو مربی در پی اس جی مشکل است کار کردن و اگر که تغییرات کادری جزئی با پرگی شود و این بچهای ارکر را به قول یک تا تازه کردن گیرند و فوتبال بازان خاکسارتر را بیارند، کار به قول جانان می شود. تشکر زیاد و تنها در باره دوناروما و سافونوف باید قید کنیم که مربی به کدامی از آنها باور نکند و امکان ندهد، هر دوی آنها مربی رو پای در هم گویم با یک حالت دشوار آورده ایستادند، چون که پیشتر از این دوناروما هم در چند بازی خطاهای بسیار دغل داشت. با سافونوف وقتی امکانیت داده میشد او هم گویم با پرگی باوری رو سزاوار شدن نمیتواند.